coronavirus pandemic started in China, spread to Europe. Wash your hands with soap and hot water. This is when we need the government the most. I'm sorry. I urge you, at this moment of national emergency, to stay at home, protect our NHS, and save lives. از این موقعیت استفاده می‌کنیم تو این اومدن نور و رفتنش و این پوشیدن خورشید با ابر یک اشاره به این کتاب بکنم که اسمش هست چند متن چند حاشیه و حاصل این خلوت‌نشینی دوره کرونا بوده. کرونا که برای ماها اسم ووهان چین رو معروف ساخت که نمیدونیم شهر یا استان، این امکان رو داشت که به خاطر ترس از پاندمی و مرگ دست جمعی دولت‌های جوامع دموکراتیک نه مثل جوامع استبدادی توصیه کردن که به اصطلاح فاصله اجتماعی رعایت بشه تا در حد ممکن از تردد تو جای پر جمعیت جلوگیری بشه و این یعنی این که آدم بیشینه خونش و تأمل کنه. کرونا البته اون کاری که کرد این بود که بی‌لیاقتی آشکار شده حاکمای ما رو رسواتر کرد. به حال این فرصت و خلوت یک امکانی بود که بیایم بشینیم و فکر کنیم که چه معضلاتی جامعه ایران رو محدود و تنگ میکنه. سال 2020 ترسایی را بیش از هر چیزی ویروس کووید 19 مهر و انگ زد. به نظرم واژه کرونا نه فقط کلمه سال، بلکه همچنین نقطه عطفی در تاریخ بشریت خواهد بود. آن ویروس نامرئی که گویا نخست در آزمایشگاه‌های چینی شخصیت و تحرک یافته است، به تدریج ترس دست جمعی مردن را به جان مردم جهان انداخت. البته ما قبلا تک به تکی می مردیم، ولی این شکل از دست جمعی مردن بیش از پیش مرگ را ترسناک ساخته است. جریان همگرایی جهانی که بعد از جنگ بین المللی دوم با توافق از ما بهترانی در پشت پرده ها حکومت نامرئی خود را ساخته، از این ترس بهره برداری عجیبی را استارت زده است. سوداگری که بعدها ابعادش معلوم خواهد شد. البته تا آن موقع وقت خواهیم داشت که در جزئیات سرگرم شویم و مسائل خصوصی خود را حل کنیم. در هر حال ترس همیشه عاملی است که ما را از هدف لذت بردن از زندگی دور می کند و نمی گذارد خوشباشی را تجربه کنیم. توی این یک سالی که ما نشستیم به خانه و وقت تأمل بود، من یادداشت‌های روزانه و هفتگی خودم رو آروم آروم بهش یه شکل دادم و زیر 22 عنوان قطعه و مقاله و یادداشت نوشتم. این یادداشت‌ها در مجموع 4 محور دارن. نخستین محورش نقد تئولوژی و یا یکتاپرستیه که از زمان ایده های یان آسمن
میگه یکی از مشکلات اساسی بشریت این گذار از چند خدایی به تک خداییه که اون خدایی که بعد تکی میشه و یگانه و یکتا یک روحیه انحصار طلبانه داره و کنار خودش هیچ گونه رقیب و همکار و حریفی رو تحمل نمیکنه و پیروان به این بهانه یک دگراندیش ستیزی تاریخی رو دامن میزنن که هیچ گونه صدای دیگه به جز صدای حاکم اجازه پژواک نمییابه. از این منظر این اولین محور این کتابه که به 2 فیلسوف و محقق و پژوهشگر آلمانی من رجوع کردم، هربرت شندلباخ و کورت فلاش، که چهره‌های مهمی تو شناخت به اصطلاح این فلسفه قرون وسطایی، چون به هر حال حکومتی که ما تو ایران داریم شکلی از بازسازی شده که حاکمیت قرون وسطاییه، که این حاکمیت قرون وسطایی همونطوری که گفتم شاخصه اصلیش تک صدایی خودکامه‌ایه که میخواد همه چیزها رو تعیین کنه و راجع به همه چی تصمیم بگیره. از جمله دیدیم که سر کرونا ممنوع کرد ورود واکسن‌های غربی رو و بعد از مدتی که کشت و کشتار تو ایران به اوج رسید چرخش کرد، به قول خودش چرخش منعطفانه کرد و بعد گفت اصلا به من مربوط نیست، من تو این چیزا تخصصی ندارم و این اهمالکاری و ندانمکاریشو جون بسیاری از هموطنای ما با جون خودشون این اهمالکاری و این ندانمکاری و بی‌لیاقتی رو پرداختن. در آخر سال نیست که به اصطلاح آمپول پادزهر کرونا عرضه شده، هنوز نکبت کرونایی کاهش نیافته است. زیرا آرام آرام متوجه می شویم که چه رقابتی میان کنسرن‌های داروسازی در جریان است. استفاده بهینه از ترس مردم در آینده چرخ سودجویی سیستم حاکم را تندتر خواهد چرخاند. البته ناصحان میگویند که ناامید نشویم و به سیاه نمایی مجال گسترش ندهیم. به جنبه‌های مثبت قضیه بنگریم. مثلا به کاهش آلودگی هوای شهرها و آن شتاب سرسام‌آوری که جریان زندگی داشت. اشاره نادرستی نیست. کافی است دقیق شویم که چقدر در متروپول‌ها کمتر از قبل صدای بوق ماشین میشنویم. عرض کنم خدمتتون این امکانات آزادی بیان و آزادی نگاه و اینا رو تامین کردیم برای اینکه ببینیم ما در این کتاب چه چیزهایی گفتیم که ربطی به این دو قوه مهم انسانی داره، یعنی دیدن و حرف زدن، و اینکه بتونه دیدن حرفای خودش رو منتقل کنه به دهانی که میخواد صحبت کنه. خب گفتم که 4 محور داره و محور اولم این بود که نقد مونوتئیسم انجام بگیره تو جامعه ایران که با یک انقلاب پوپولیستی آخرین سیستم خودکامه و توتالیتر قرن 20 رو به وجود آورد و یک روحانی رو در جایگاه نماینده خدا به امکان خودکامگی مطلق و استبداد دیرینه رسوند.
کرونا قضیه رو برای ما به این ترتیب مادیت بخشید که ما فهمیدیم چقدر میشه از طریق ترس آدمها رو محدود و کنترل کرد و این آدما از قدیم از دیرینه از وجود چیزی به نام جهنم یا دوزخ ترسیده بودند و سیستم جهانی موفق شد این ترس دیرینه رو فعلیت بهش ببخشه و بسیاری از محدودیت هایی که ما داریم تو جامعه دموکراتیک رو به وجود بیاره، از جمله مانع شدن از سفر یا گرفتن جشن‌های دست جمعی یا اصلا به راه انداختن تظاهرات علیه آنچه نامطبوع و نامطلوب جامعه است. اینها اون تماتیک‌های اصلیه که من تو این کتاب بهش پرداختم و خواستم بگم که به اصطلاح از جهنم ترسیدن شکل‌های جدیدی یافته و این مرگ جمعی چجوری ماها رو به هم اتفاقا پیوند داده از طریق وحشتی که از رفتن داریم، از این مرگ‌هایی که مدام خبرهای روز رو پر کرده بود. اخبار مدام از این صحبت میکرد که اینجا و آنجای جهان تلفات چقدر بوده و چقدر آدم‌ها در حال نبرد برای زندگی و در بیمارستان‌ها دارن مداوا میشن و یا همونجا میمیرن. کرونا هر بدی که داشت صدای بوق را کمتر ساخت. البته برای اینکه کاهش بوق ما را یکباره خپروتی نسازد و به دام خوشخیالی و ساده لوحی نیفتیم، همچنین از افزایش صدای آژیر آمبولانس ها بگوییم که مبتلایان به ویروس را انتقال می دهند. البته آژیر بیشتر از بوق هشدار دهنده است. گاهی چنان بلند است که وقتی از کنار ما رد می شود برای لحظه‌ای فقط کر نمی کند، بلکه گویایی و بینایی ما را نیز مختل می سازد. دومین مسئله‌ای که برای من تو این کتاب مطرح بود این بود که یک نگاهی بکنم به این 40 سالی که ما سعی کردیم توضیح بدیم و تعریف کنیم که این پدیده حاکمیت در ایران از منظر حکمت سیاسی چه شکل بندی و چه مقوله بندی داره که برای همین هم یک متنی از خانم هانا آرنت من در رابطه با توتالیتاریسم ترجمه کردم که تو این کتاب اومده و بعد آنچه که خودم شاهدش بودم تو این 40 سال تبعید از مباحثی که سر چگونگی و چرایی این حکومت حاکم بر ایرانه رو در یک تاریخچه‌ای به دست دادیم. این نکته دوم و محور دوم این کتابه. از آنجا که ما هر بار وقتی راجع به ادبیات مدرن فارسی صحبت می‌کنیم ناچاریم یادآور نام‌های هدایت و نیما باشیم، من در مطلب بعدیم که اسمش از چالش کوکب هدایت و هدایت رو به عنوان یک مشعل روشنایی گرفتم به خاطر نقدهایی که به خرافات، به فولکلور جاری بین مردم و بعد نقدی که به حاجی آقا داره یا به روابط نادرست زن و مرد که بهترین متنش به نظر من بوفکور به این میپردازه که جامعه ایرانی روز خوش نمیبینه مگر اینکه به این مرد سالاری یک نقطه پایان بذاره و به زنان امکان رشد و حضور اجتماعی بده. تمام این نکات رو ما نکات نقدهای اجتماعی، نقدهای رفتار اجتماعی ما رو من در هدایت سرچشمه هاشو میبینم.
اصولاً آدمی برای درک و دریافت تلاطم که مثلاً میتواند ناشی از زلزله باشد، از توانایی بالایی برخوردار نیست. هنگام تلاطمات گیج می‌خورد و دچار پریشانی و حتی بیهوشی می‌گردد. تاریخ می‌آموزد که در این مواقع گاهی نظام‌های ارزشی دچار دگردیسی می‌گردد و عوض می‌شود. البته این عبارت را در این سالها شنیده ایم که وقتی ارزش‌ها عوض می‌شوند، عوضی‌ها با ارزش می‌گردند. در این رابطه مثالی بزنیم. متوجه هستید که در دوره پسا انقلابی و تثبیت نظام خلیفه‌گری چقدر واژه زرنگی با ارزش و چشم و چراغ محاورات عمومی شده است. زرنگی که در پیچاندن عقل دیگران میدانداری می کند و برای منافع شخصی و قشری هیچ معیار اخلاقی را رعایت نمی کند. در آخرش دیگه رفتم طرف این که این فاعل شناسایی که در جهان باید وضع بهبود انسانیت و هومانیسم رو بهش تحقق ببخشه و این طرح رو پیاده کنه، به نیچه پرداختم. یه مفهوم جان آزاده نزد او رو یه جوری بررسی کردم و بعدم به بهانه چاپ کتابی از هادی خرسندی تفریح المسائل سعی کردم که مفهوم خوشباشی که ما در ایران با آدمایی مثل خیام یا عبید نمونه های تاریخی شو داریم، یک سبک زندگی رو در کنار سبکایی که امروز موجود است آدم پیشنهاد بده به جامعه که هم وحشت و ترس از مرگ رو کم کنه، هم جامعه رو به طرف خوشباشی و برگزاری جشن ببره و دست از این عزاداری دولتی شده و قانونی شده برداره. این خلاصه اون چیزیه که من در این کتاب دنبال کردم. وقتی دزدی از جیب مملکت و مردم با کلمه اختلاس رفع و رجوع می شود، رسانه رسمی کشور دارد به ایدئال حکومتی تاوان می دهد که زرنگی و خرمردرندی را به عنوان ارزش تبلیغ و گسترش داده است. این تبلیغات معمولاً بی صدا و زیر جلکی به بدنه جامعه تزریق می گردد تا مردم زیاد متوجه محو شدن شرافتمندی به عنوان ارزش رفتاری در سیستم ارتباط اجتماعی نگردند. سالهاست که صدای آژیر اضمحلال اخلاقی آمده است. منتها چون با فرکانس پایین فرستاده شده به خوبی درک و دریافت نگشته است. به قول قدیمی ها، ای سال کهنه بری که بر نگردی.